این ترانه بخشیده می شود به زندگی تلخ و دوری از فرزندی یک جوان. قسمی اول. واقعا هر یک انسان در دل و وجود خود دردهای را دارد که هیچگاه نمیگذارند که آرام باشی و آرام بخوابی و از زندگی بهره ببری. هر کس هر سختی را وابسته به مشکلی هایی داشته و قوتش بها داد و خلاصه کرد. ولی دوری از فرزند هم خیلی سخت است. وقتی میدونی که در گوشه هستند اما نمیتوانی که به آغوششان بگیری و بویشان بکنی، سیلهشان کنی و مهرشان بدهی. خیلی زیادن کودکانی که با اشتباه یکی از والدان دارند به پدر به وایه میرسند. قهرمان امروزه ما قصه کرد از زندگی خود، از گذشته‌اش، از تلاش‌هایش بهر محکم نگاه داشتن این عائله‌اش، از دوری خود با فرزندانش و از درد هجرانش. نوابسته به مرد بودنش خیلی درد میکشید و گریه گلوگیرش میشد. من همگی 33 سال دارم ولی گمان میکنم که این 4 سال دوری از فرزندانم از من یک مرد 70 ساله را ساخت. من استقامت کننده ولایتی ساختم و سال 2013 با 100 امید و هوس عائله دار شدم. تو زندگی بسازم و زندگی را دوست دارم. ولی افسوس که هیچگاه نقشه ما با نقشه خداوند موافق نیست. و 1 سال عائله داری سال 2014 من صاحب اولین فرزند خود، اولین دخترچه نازدانه و زیبایی شدم که شادیم حد و کنار نداشت. تولید آن نازدانه با من عنوان پدری را هدیه کرد. او با تولید خود مرا برای اولین بار پدر کرد. آنقدر خوشحال و خوشبخت بودم که نگفتنی. من برای اولین بار مهربوی و روی فرزند را دیدم و تجربه کردم. خوشبختی بود اون روزها که بیکنار. سال 2015 باشد همسرم بیمار شد. او را وقتی که به بیمارخانه بستری کردیم دکتران سبب بیماریش را در گرده‌اش گفتند. روز به روز هرچند که معالجه می کردیم ولی بی نتیجه بود و حالش بد شدن می گرفت. دکتران خواستند تا یک گرده او را عوض کنیم، زیرا تمام طبابت را کردند اما نتیجه نداد. هرچند که گرده مادرش به او موافق بود ولی هر بهانه کرده نخواست که به دخترش بدهد. بعد خون سپاریدن معین شد که گرده من می تواند به او موافق باشد و من باشم به یگان فکر راضی شدم، چون نخواستم که فرزندم به مادر به وای رسد. نخواستم که همسرم را از دست بدهم. من راضی شدم تا او را نجات بدهم. راضی شدم تا زندگیم را به هر قیمتی که نباشد بخرم. با همین مادر بیمارخانه ناحیه دنقره جراحی را گذراندیم و بعد 20 و ما به خانه برگشته زندگی خود را ادامه دادیم. سال 2016 باشد من با صاحب یک دخترچه دیگر شدم. آنقدر شاد بودم که گمان میکردم خداوند همه نعمتهایش را به من هدیه کرده است و فکر میکردم تولید هر فرزند زندگیم را مستحکمتر و غمها را دور میکند. ولی نه. بعد 1 سال زندگی تنج و آرامم سال 2017 پدر همسرم از عالم درگذشت که من او را مثل پدر خود میدانستم و او باشد مرا مثل فرزندش. خیلی روزهای سخت برای من و برای همسرم بود. تکیه‌گاه و قبله‌گاهش را از دست دادن خیلی سخت بود برایش.
که من هم همچون شوهر درکش میکردم و در کنارش بودم. بعد وفاتی پدرش مادرش تنها و غمگین است گفته من در یک هفته 2-3 مرتبه به او اجازت میدادم تا به خانه‌شان به دیداربینی و دلبرداری مادرش برود. با همین روزها و ماه‌ها و سالها میگذشته و غمها هم کهنه میشدند. سال 2019 باشد من با صاحب یک فرزندی دیگر، صاحب اولین پسری خود شدم که نام رحمتی پدرم را گذاشتم. چون من هنوز خرد بودم، هنوز 4 سال داشتم که پدرم را از دست داده بودم و به محبت و تکیه و شانه پدر بزرگ شدم. و وقتی که اسم او را در فرزندم گذاشتم من او را پدرجان گفته صدا می کردم. من آرزو و آرمان کودکیم را در پسرم دیده و چشیدم. خلاصه زندگی وزنینی کرد و سال 2020 با مصلحت همسرم و مادرم به روسیه برای کار کردن بهر بهبودی زندگی رفتم. غریبی و دوری از زن و فرزند سخت بود البته، اما هر وقتی که چهره آنها پیش نظرم می اومد قوت می گرفتم و می خواستم بهر زندگی شایسته‌شان تلاش کنم. سردی و تنهایی و دوری نمی گفتم دیگر. خلاصه از هم جدا کرد. پایان قسم اول.